باز کردم و کلی چیز میز بود. این گواشا که خیلی وقت بود دلم خواست بگیرم، نظراتش هم خیلی خوب بود. قطعا سنگ اصلی نیستش ولی خیلی باحال بود. بعدش هم این سرشور سیلیکونیان که واسه ماساژ و اینا خوبه، دستم زدمش نرم بود. این سومیه، حالا حدس بزنین چیه. اینو چون پارتنرم داشت صرفا خریدم. این چشم بنده اداییه که مثلا میذاری که نور بهت نخوره، ولی هم خیلی کیفیت جنس پارچهش خوب بود، ساتنش هم خیلی کلا خوشگل و ناز بود، خوشم اومد. این یکی از نمیدونم چندمش میشه، از این چیزا ببخشید اپلیکاتور روغن و این چیزایی که میزنن کف سر، خیلی خوبه. وای چقدر تون زدم ادیت. این از ایناییه که برای چسب پهنه. خب بعد اینو بهش وصل میکنید، چسب پهن رو راحت باش میبرید، خیلی باحاله. اینم پد 4 تیکه آرایشی بود، از اینایی که کرم پودر و اینا رو باش میزنید. بعد قیمتش هم خیلی مناسب بود. بعد 4 تا هم توش داشت و اینا اوکی بود، نرمم بود، جنسش به نظرم خوب بود، ولی هنوز استفاده نکردم.